الان دوستان یکی از سمن جمع کردیم، سیستم فایلی روش گذاشتیم. سیستم فایلی یعنی چی؟ یعنی سیستمی که فایلایی که توی گروه میذارم، توی گروه روبیکا میذارم، توشون اکثر سیستم تاخچه، به اینا میگن تاخچه هستش یا ساب هستش. از اونها برمی دارید و روی ماشیناتون، حالا روی ماکتاتون کار میذارید. من همه رو اکثرا گذاشتم، اکثرا خیلی فایلای ناب و خوبی هم گذاشتم. نکنید الان همین ساب اصلا قد و اندازش مخصوص همین هست. نکنید بقیه سابایی که تو فایلای دیگه میبینید اصلا اندازه نمیشه. بچه واقعا موقع یه دونه نکته میگم، بچه این سمندای دربازشو که میگیرید، حالا من واسه دربازشو نکنید تو هم پشمی انداختم و کنترل پنوماتیک بذار رو برون نشون بدم، روکش داشبورد پشمی. این درباز اینا رو که میگیرید، سمند دربازشو، لطفا اینا که اتاق دارن مراقب شیشش باشید. نکنید موقعی برچسب رو میکنید بس قشنگ کامل کندشه، عین من نشه. حالا من ببرم بهترشم اینو یه ذره با تیغ تا این رد چسب برچسبش بره. میبینید اینم از جلوی کار. نکنید الان مثلا من این فایلم که میبینید نچسبوندم خوب، اصلا نچسبم با چسب، این که برچسب فابریکش من کندم با چسب اون چسبیدن این فایل. آره تا اونجا هم که سعی میکنید چسب رازی به شیشتون نزنید، چسب رازی شیشه رو مات میکنه. من تو ویدیو قبلی هم گفتم اینا ها، نکنید خراب کرد شیشه رو. من به این اولین ماکتی که من چسب رازی بهش زدم خراب کرد شیشه رو. اگه میخواید پلاک این من بچسبونید با چسب شیشه، حالا آموزشمون هم بهتون میدم. نکنید اول یه دونه پنوماتیک هم انداختیم ولی پنوماتیک نداره خودش، یعنی وسایلش رو گذاشتیم داخل ماشین. نکنید اینم بعد آموزشش رو بهتون بدم، با باتریه، این اصلا کاری نداره، بهتون میدم آموزشش رو. این تاخچهش، اینم سابش، حتما هم سابم آموزشش رو بهتون میدم که چجوری، آموزشش رو بهتون میدم که چجوری درست کنید. ماکت دربازشو، اونم کنترل پنوماتیک تو